دوستان عزیز، از همه شما التماس میکنم در زیر ویدیو یا لایکی مونید تا که دیگرها هم از این موضوع، از این حالت و از این خبر با خبر شوند که خیلی و خیلی مهم است. نوارا پورا میتونید در تلگرام کانال ما تماشا کنید. سیرکای کانال ما در کامنتاری ذکر پیت است. داخل همون سیرکا شوین راست به کانال ما میروید و در اونجا همین ویدیو پورا با زبان روسی ترجمه کرده شده است. کسایی که خواهش رکلام و همکاری دارند با همین رقم‌های در اکرام دا واتساپ است. با طریق واتساپ نویسید، انشاءالله با نرخ ارزان بر شما پیشنهاد میکنیم. بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام، بر همه شما تنسیتی و سلامتی خانه آبادی خواهان هستم. میگذار تاجیکستان صاحب استقلال دولت عزیز ما تنج آرام بماند. آمین. بر همه ما و شما معلوم است که طول چند وقت می شود در سامانه های خود درباره ترکیه معلومات دادیم، اما این خبرها را گذاشتیم و امروز فرصت رسید خواستم این خبر را به شما برسانم. ما از این ویدیوها با خبر هستیم. طول چند وقت می شود چند ویدیوها گذاشتیم. هست انسان هایی که نقاب پوشیده خود را امام مهدی کردند و هست بعضی گوییم نرماده هایی که مرد هستند خود را مانند زن کرده در کعبه الله در گرد و اطرافش زیارت کرده گشتند. وقتی در این مورد نوارها کردیم بسیار شما تحقیر و حقارت کردید. به خاطر آن کسایی که حقارت میکنه، تحقیر میکنه، به شک معلوم است که با او پدر و مادرش خوب تربیت نداده است و از پشت چنین فرزند چیکار میکنند؟ پدر و مادر دائم لعنت میشنوه. هر چیزی که میمونیم یگانش به دلیل و به اثبات نیست. خواهید اثبات کرده میتوانیم از کجا گرفتیم و چگونه گذاشتیم. البته مقصد ما این است که شما فهمید در همین دنیا چی گپ خبر رفته ایستاده است. امروز با یک ویدیو چشمم رسید. این رسمی که شما در اکران میبینید، نعوذ بالله بینید که با این همه افت و هنگام، با این همه حالت در کعبه الله گشتند. وقتی اینها را مسلمان ها میبیند البته خیلی غمگین میشود. چون این ویدیوها چند تا گذاشته با بعضی با سواداش هست می نویسند که ای کعبه میگه چند پاسبان دارد، عین حال به پاسبان نگاه نمی کند. عین زمان آنها پول مصرف میکنند، صرف کرده میروند. به خاطر چی؟ به خاطر پکازوخه میروند. وقتی ما در اینجا اپیسانی نویسیم پکازوخه، شاید به بسیار شما سخت میرسد. بسیار این مردم برای پکازوخه میروند، بسیارش میروند ویدیو میکنند و هست بعضی هاش که جوان هستند با همسران خود میروند هر خیل رقص بازی نوارها میکنند، در سامانه های اجتماعی نشر میکند. مرد مسلمان هیچگاه همسر خود را ویدیو کرده در سامانه های اجتماعی نشر نمیکند تا که دیگرها هم بیند. اینها برای پکازوخه هستند. برای این سخنان شما قهر نکنید. این انسانی که شما در اکران میبینید مرد از خود را مانند زن کرده است. این زن نیست. این مرد که شما میبینید نقاب سیاه دارد، در اصل این خود را گفت من امام مهدی هستم. به شک معلوم است که امام مهدی هنگام دجال آمدن با فرمان الله زمین میفراید. اما اینها امروز چیکارها کرده ایستادند؟ امروز این کعبه الله حج کردن برای آدمان به مانند سیاحت کردن شد. هر کی خواهد می رود. این بسیار اینها تنها در همین به حج عمره می روند و خلاص. نعوذ بالله. وقتی این سخنها را می گوییم که و بعضیاتون سخت می رسد، اولا بخشش ما مردم تاجیک رو، مردم ازبک رو، دیگر مردم مسلمان رو نمی گوییم. این انسان هایی که هست می بینید اینها بلاگرها هستند و همین گونه پکازوخه کرده به حج می روند. در نزد همون کعبه مقدس رسم میگیرند، در سامانه های اجتماعی خود نشر میکنند. البته چونین نوارهایشون میلیون لایک پرسماتر میگیره. گپ در این پرسماتر نیست. اینها به خاطر همین مقصد اینها رو تنها خدا میدانند و خلاص. برای همین باید مسلمان کامل شود. از شما التماس همین که دوستان عزیز، اپا جانو وقتی یک نوار میگذاریم تا آخر با دقت گوش کنید. با او کاور یا با اپیسان ویدیو نه. بینید که چی گپ است. ویدیوهای ما پورا در اینجا نمیشود، در این یوتیوب نمیشود، به خاطر یوتیوب دلیت میکنه. دروین با همون کانال ما تلگرام. مرحمت
маъқултон шава видеоро тамошо карда метавонед. ҳар он чизе ки ҳаст далел исбот дорад. албатта мо душман нестем, албатта мо дурӯғгӯ нестем. касое ки моро дурӯғгӯ меҳисобад вай худаш дурӯғгӯ ҳаст. раҳмат ба ҳамон падари шумое ки мақсад тарбияи хуб додааст, моро мефаҳмед. аммо мо лаъна намегӯем. худованд ҳидоят кунад ӯ шахсеро ки фақат дашному мекунад. боз як бори дигар бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. хуб мавзӯи мо ба анҷом расид. видеоҳоро метавонед дар телеграм-канали мо чикор кунед. пурра тамошо кардан гиред. видеоҳое ки дар ютуб мемонем ковер қатъи дигару дигар видео дар асл дар телеграм мешавад. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон ва бар ҳамаи шумо саломатӣ бизор тоҷикистони соҳиби истиқлоли азизи мо доимо тинҷу ором, сулҳу субот поён набуд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала баракатуҳ.